یه زمانی میرفتن در جهاد یه دست شمشیر یه دست سپر. شمشیر برای چی؟ بشنگم الهی کلمت الله. سپر برای چی؟ دفاع کنم. الان اینقدر دین آسون شده، یه دست ما کتری قوری، یه دست ما بستره و لحاف. کجا میخوایم بریم؟ در راه الله میخوایم بریم. چند روز میخوایم بریم؟ 3 روز هفته چله میخوایم بریم. این برای چی؟ کتری قوری وسایل اجتماعی برای خوردن. این برای چیه؟ وسایل اجتماعی برای خوابیدن. همین قد دین برامون آسون شده، بازم سختمونه در راه خدا حرکت کنیم. بازم یه 3 روز هفته ای که در راه خدا میریم فکر میکنی شق القمر کرده، به در جا نمیشه. الان چی شده جناب؟ تازه از 4 ماه اومدم. بابا این نصاب اصلی ما اومد نیست، این فرنیه. این بچه ها دیدید غذایی که اول بچه هم بهشون میدن فرنی بهشون میدن، یه غذای سبک میدن معدهشون میتونه هضم کنه. این فرنی ما امته. این غذاییه که فعلا معده‌مون از این بیشتر نمیتونه هضم کنه، وگرنه نصاب ما امت یا شهادت یا پیروزی. نصاب ما امت چیه؟ ما نصاب دیگه ای نداریم. نصاب ما امت فقط همینه، احدى الحسنیین، یکی از این 2 خوبی، یا شهادت یا پیروزی. این نصاب دیگه نداریم ما. این زمانی ضعف امته، انحطاط امته. یه فرنی درست کرده مولانا الیاس، فعلا اینو بخور. آسون کرده دین رو برای من تو بفهمیم چی کار بکنیم، از کجا شروع کنیم. الفبای مجاهد است این الفبا. این مجاهده نیست. 4 ماه از کجا ثابته؟ یه بنده خدا میگه 4 ماه از کجا ثابته؟ گفتم شهادت از قرآن ثابته، تو میگی 4 ماه از کجا ثابته؟ یعنی درسته 4 ماه زن بچه رو ول کنی بری؟ گفتم یعنی درسته زن بچه تو بیوه کنی، بچه تو یتیم کنی؟ قرآن میگه این جایزه، تو میگه اون کجا جایزه؟ یعنی چی؟ ما اومد به جایی رسیدیم که حالا اصلا فراموش کردیم چی؟ 4 ماه زن بچه رو ول کنیم بریم؟ بابا نصاب قرآن شهادته. نصاب قرآن اینه که بچه تو برای خدا یتیم، زن تو برای خدا بیوه و خودتو در راه خدا فدا. این نصاب قرآنه. بعد حالا ما تعجب میکنیم تو این زندگی مادی و شهوانی خودمون که اینا از کجا اومده.